رسانی و از گوش نگلرزانی الله کند آسانش ماهی رمضان آمد الله کند آسانش ماهی رمضان آمد یک ماه به ما مهمان یک ماهی پر از احسان یک ماه به ما مهمان یک ماهی پر از احسان بن ماه پشیمانش ماهی رمضان آمد من ماه پشیمانش ماهی رمضان آمد با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد همنشینی با ناسپاسان و ناانصافان جایز نیست. به روزگار دشنام ندهید، روزگار هم آن خدا است. مردگان را دشنام ندهید که مایه آزار زندگان است. مردگان را دشنام ندهید، آنها به آنچه پیش فرستاده اند رسیده اند، یعنی به سزای کردار دنیایی خود گرفتارند. دست خویش به جامه کسی که او را نمی پوشانی پاک مکن. غیبت مسلمانان را نکنید و در جستجوی عیب آنها نباشید. هیچ عمل نیک را کوچک مشمار. مبادا چون شدت رو آورد تمنای مرگ کنی. تا سرانجام کار کسی را نبینید به عملش خوشدل نباشید. تا عقل کسی را نسنجید با سلامش خوشدل نباشید. تقاضای زمامداری مکن که اگر بدون خواهش به آن رسیدی تو را کمک میکنند و اگر به خواهش رسیدی یاوری نداری. وفا به عهد ایمان است. خوشگمنامی عبادت خوش است. خوشگمانی عبادت خوش است. علما عالمان وارث پیغمبرانند. دین سهل و ساده است. دین خدا راست و آسان است. ثواب صله رحم، نفقه پدر و مادر و دیگر پیوندان از هر عبادت زودتر می رسد. حکمت شرف افزاید. بهترین نیکی ها خوی نیک است. اکثر بهشتیان ساده لوحانند.
بهترین احسان به پدر این است که پس از مرگ او با دوستانش محبت کنی. جواب نامه هم چون جواب سلام حق لازمی است. عمل اندک با علم زیاد است و عمل بسیار با جهل اندک. هر دین اخلاق خاص دارد و خوی مخصوص این دین اسلام حیاست. حسد اعمال نیک را می خورد چنان که آتش هیزم را. چون فتنه بیاید مردم همه از جا کنده شود بجز دانشمندان که در پرتو علم نجات یابند. آن که از سر کبر دامن به زمین می کشد در قیامت خدا به او ننگرد. خدا مردم نیک سیرت گمنام را دوست دارد. خدا هر دل اندوهناک را دوست دارد. خدا کارهای نیک خوب و شریف را دوست دارد و امور پست و بی ارزش را دوست ندارد. خداوند چشمی را که به هنگام طغیان شهوت تیزبین باشد و عقلی را که هنگام رسیدن شبهه کامل و دقیق باشد دوست دارد و نیز بخشش را، گرچه به چند دانه خرما و شجاعت را هرچند به کشتن مار دوست دارد. خدا برای مسلمان غیور با غیرت است. او هم مسلمان باید غیور باشد. خداوند زمین را برای من سجدگاه و پاک کننده قرار داده. خدا تا گفتار کسی را نپسندد علمش را نمی پذیرد. خدا هر وقت برای ملت خیر خواهد گرفتارشان کند تا آزموده و ورزیده شوند و بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. بدترین عذابها در قیامت برای عالمی بی عمل است. شفای نادانی پرسش است. من برای امتم از پیشوایان و زمامدارانی گمراه کننده بیمناکم. فاسق غیبت ندارد، یعنی غیبت کردنش ممکن است. ریشه که به وسیله ظلم در زمین جای گرفته ایجاد حق نمی کند. خوی مومن چاپلوسی نیست. پس از مرگ عذرپذیری نیست. بهترین ازدواج ها آن است که ساده‌تر و آسان‌تر باشد. بهترین علم ها آن است که سودمند باشد. بهترین خانه های شما خانه است که در آن یتیم مورد احترام باشد. با مردم به اندازه خردشان سخن بگوی. بهترین جوانان شما آن است که خود را شبیه پیران کند و بدترین پیران کسی است که خود را شبیه جوانان کند.
دستدهنده بهتر از دستگیرنده است. تکمیل کردن کار نیک از شروع آن بالاتر است. بهترین امت من عالمانند و بهترین عالمان بردبارشان با صبرهایشان. بهترین صدقه ها صدقه زبان است. بهترین صدقه آن است که به خویشاوندی که دشمنی میکند داده شود. علم بالاتر از عبادت است. هیچ پدر بهتر از ادب به فرزند نداده. سخن حکمت آمیز چه خوش هدیه است. مال برای رعایت تقوا چه خوش مددگار است. دعا در حق غایب از هر دعای زودتر مستجاب می شود. مؤمن مانند زنبور عسل است. جز پاک نخورد و جز پاک ندهد. مؤمنان در دوستی و ترحم بر یکدیگر چون اعضای پیکرند. وقتی یکی رنجور شود دیگران هم در بیخوابی و تب آن شرکت می کنند. مثل قلب چون پر بر سر راه باد است. همنشین صالح چون عطر فروش است که اگر عطر خویش به تو ندهد بوی خوشش در تو آویزد. و همنشین بد چون آهنگر است که اگر شرار آتشش به تو نرسد بوی بدش آزارت میدهد. نماز واجب مانند ترازو است. هر که تمام بدهد تمام میگیرد. حکایت ما و دنیا حکایت سوار است که روز گرمی در سایه درخت بخوابد. سپس چون هوا معتدل شود حرکت کند و سایه را ترک گوید. دنیا در برابر آخرت چون آب است که سرانگشت میگیرد. انگشت را به دریا فرو بر. ببین چقدر آب می رود. ایمان شخص را از قسمهایش باید شناخت. اظهار توانگری جزء شکر است. ادب مرد بهتر از طلای اوست. پرداخت قرض از دین است. زن و فرزند را ادب کن تا به آنها سود رسانده باشی. با بدان نیکی کن تا آنها را از بدی کردن باز داری. پنهان داشتن سختی ها از جوان مردی است. نیکی با پدر و مادر خیر است که پیش فرستاده می شود. با نیکی آزادها بنده می شوند. کار خیر را زود انجام ده تا کامیاب شوی. شکم انسان دشمن اوست. برکت عمر در کار نیک است. کار نیک را با منت باطل نکن. خوشروی بخششی دیگر است. تأخیر کار بد اقبال است. آنچه اول عمر از دست رفته در پایان زندگی جبران کن. جمعیت دستهای زیاد در دسترخوان
баракат аст. рахнаи дин ба марги уламо аст. давоми салтанат дар сояи адолат аст. эҳсонро ба узрхоҳӣ такрор кун. бахшиши андаки тиҳидаст бисёр аст. ҳамнишини бад шайтон аст. ҷавлони ботил 1 соат аст ва давлати ҳақ то қиёмат. зебоии сухан ба кӯтоҳӣ ва ихтисор аст. он ки марг надорад бузургвор аст. ҳаёи инсон пардаест. турушии ғизо беҳтар аз турушии сухан аст. вафо аз мардуми беаслу насаб мумтаниъ аст. шуғли инсон ганҷест. аз худо битарс. аз худо битарс. аз дигарон дар амон бош. беҳтарин рафиқ он аст ки ба кори хайр роҳбарият кунад. ба нафсат хилофат кун то осуда шавӣ. рафиқи инсон далели хиради ӯст. холӣ будани дил беҳтар аз пур будани киса аст. тарси худо дилро ҷило медиҳад. ихлос дар дӯстӣ аз хушпаймонист.